این رسوز برند جک مدل A5 AMH هستش که جدیدترین ساخته برند جکه که حالا با توجه به شعاری که داره اینه که از هوش مصنوعی استفاده میکنه و جنس پارچه رو به صورت اتوماتیک تشخیص میده و تنظیمات رو تغییر میده که روی هر پارچه‌ای براتون به راحتی بدوزه. حالا اگه بخوام در مورد یه سری فرقای دیگه‌اش با چرخ‌های دیگه بهتون بگم اینه که اولا محیط کار چرخ بلندتر شده، کشیده‌تر شده و فضای دوخت راحت‌تری رو بهتون میده. ساختار تیغ چرخ دو تیغ متحرکه که سرنخ کوتاه‌تری رو براتون میذاره. بعد با استفاده از هوش مصنوعی روی هر پارچه‌ای میدوزه و تنظیمات رو به صورت اتوماتیک تغییر میده، مثل قدرت کشش موتور رو. و دوخت راسته مدلدار هم براتون میزنه و دوخت راسته مدلدارش هم قابل تنظیمه که شما اگر خواستین خیلی راحت میتونید دوخت مدلدار باش بدوزین که الان حالا این چرخ سخنگو هستش به زبان فارسی که ما بخوایم یه نمونه دوختش هم ببینیم. این میشه دوخت راسته مدل داره. شاید تو انواع و اقسام مدل‌ها به صورت تنظیم پذیر این چرخ این کارا رو انجام میده و همونجوری که مشاهده میکنین یه چرخ فول کامپیوتری با کیفیت و درجه کارتل روغنش هم سر خودشه، روغنش عمرش بیشتر میشه و دیرتر کثیف میشه و حالا این میشه جدیدترین مدلی که جک ساخته و روش خیلی فعالیت داره.